بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه تشریف آوری همه دوستا را به افغانستان آزاد و اسلامی خوش آمدید و خیر مقدم بگویم و از همه دوستایی که در این سالن تشریف آوردن متشکر هستم به ای که قبول زحمت کردن تا وقایعی که در افغانستان میگذره را به جهان منعکس بسازند. دوستا در جریان هستند که با به قدرت رسیدن رژیم کمونیستی در افغانستان ملت مسلمان ما با احساس اسلامی که داشت در برابر کمونیستا قیام کردند و بیش از 14 سال بود که جهاد ملت ما ادامه پیدا کرد و ملت مجاهد افغانستان موفق شد به یاری پروردگار که در برابر بزرگترین ابرقدرت جهان مقاومت بکنه و بالاخره او را به شکست وادار بسازه و نه تنها خود بلکه کشورهای متعددی را از زیر سلطه و ستم کمونیست‌ها نجات بده و این پیروزی مردم مسلمان افغانستان و شکست ابرقدرت اتحاد شوروی چیزی بود که در اول قطعا متصور نبود و مردم فکر میکردن جهانیان که جایی را که روسا اشغال بکنن دوباره آزادیش ممکن نیست. مگر ما از اولین روزی که روسا به کشور ما تجاوز کردند در اولی روزها هم معتقد به این بودیم که روز کشور خود آزاد خواهد ساختیم و در طول سالهایی که روسا در افغانستان بودند یک لحظه از پیروزی ناامید و مایوس نبودیم، بلکه با گذشت هر روز معتقدتر می شدیم که در نهایت کامیابی از آن ماست. با خروج قوای اتحاد شوروی از افغانستان جمعی قسم تصور میکردند که باید مجاهدین در ظرف چند هفته یا حد اکثر چند ماه بتوانند رژیم ساقط بسازند. مگر این تحلیل کسایی بود که جهاد ملت ما را و خاصیت‌های و خصوصیات ویژه و به خصوص ملت ما را دقیق و وضعیتی که در افغانستان حاکم بوده دقیق درک نکرده بودند. مگر ما در پیش از خروج قوای اتحاد شوروی از افغانستان هم اعلان کرده بودیم که در صورتی که روسا خاک افغانستان ترک بکنن ما حداقل چند سال ضرورت داریم تا رژیم ساقط بسازیم. بعد از اینکه کامیابی به زودی در کشور ما به دست نامد و در جلال آباد مشکلات خلق شد، تعداد زود دوباره مایوس شدند و این قسم فکر کردند که اصلا دیگر مجاهدین قدرت شکست رژیم ندارند. مگر این برداشت کسانی بود که افغانستان و مجاهدین خوب درک نکرده بودند و ما شاهد بودیم که تعداد در خارج بسیار زود مایوس شدند و تصور کردند که دیگر موفقیت مجاهدین از طریق نظامی ناممکن است. در او زمان هم ما با اطمینان اعلان کردیم که رژیم از طریق نظامی قابل شکست است و ضرورت به زمان داریم. با وجودی که اکثرا مایوس شده بودند مگر ما مصممانه دنبال استراتژی خود بودیم و به سعی و تلاش خود و به مجاهدت خود ادامه دادیم. بعد از 2 سال و چند ماهی بود که شورای نظار جمعیت اسلامی افغانستان از نقطه نظر نظامی در مرحله رسیده بود که میتونست تعرض استراتژیک خود آغاز بکنه و ما برای این که این پروسه موفقیتش بیش از پیش تضمین شده بتانه به همکاری سایر نیروهایی که در افغانستان بودند، چه نیروهایی که در جنوب بود و چه قوت‌ها و مجاهدای که افغانستان به وجود آوردیم تا در عملیاتی که در آینده شروع میشه همه قوت‌های کشور همزمان دست به عملیات بزنند. و در سال گذشته بود که ما به یاری پروردگار و به همکاری سایر جبهاتی که در نقاط مختلف کشور قرار داشتند تعرض خود آغاز کردیم و در اولین قدم بنبست نظامی که از او نام می بردن در هم شکسته شد. پایگاه عمده دشمن
در خوست جنوبی در هم شکسته شد. خوجغار و قسمت بزیادی از بدخشان آزاد شد. از نظر من فتح خوست در جنوب و فتح خوجغار و بدخشان در شمال نقطه عطفی بود در روند کارهای نظامی ما و بعد از آوردن این فتوحات بود که ما اعلان کردیم که دیگر رژیم از نقطه نظر نظامی در برابر مجاهدین نمیتونه استادگی بکنه. مدت قبل همه شاهد حادثه در مزار شریف بودیم که شهر مزار شریف توسط مجاهدین و به همکاری وسیع قوت‌های مسلح رژیم آزاد شد. به تعقیب این پیروزی بزرگ عملیات در شهر چاریکار و میدان هوایی بغرام که عمده‌ترین پایگاه دشمن بود آغاز شد. ضربه مزار و به تعقیبش ضربه که در چاریکار و بغرام بالای رژیم وارد شد سرنوشت رژیم کمونیستی را در افغانستان تعیین کرد. بعد از فتح بغرام و چاریکار بود که رژیم در تماس شد و حاضر شد که یک قسمت از شرایط مجاهدین بپذیره. همان بود که عبدالوکیل وزیر خارجه در مرکز نظامی ما در فرقه دوم واقع جبل سراج تشریف آوردن و مطالبی را که داشتن در اوجه بیان کردند. مگر ما درخواست خواستای خود داشتیم و چیز کمتر از تسلیم دهی کامل قدرت در کابل قبول نکردیم و اعلان کردیم در صورتی که رژیم آمتام قدرت به مجاهدین بدون قید و شرط تسلیم نکنه در اون صورت ما حاضر به این نیستیم که در دروازه کابل متوقف شویم و اخطار دادیم که در صورتی که تسلیم نکنه ما دست به عمل خواهد زدیم. در دور دوم مذاکره بود که عبدالوکیل پیام آورد از طرف رژیم و تسلیمی آمتام رژیم و قبول حکومت مجاهدین در کابل پذیرفت. ما با اخذ پیام تسلیمی رژیم و قبول حکومت مجاهدین از طرف رژیم همه رهبرا را و تعدادی از قماندانای عمده جهادی را در جریان این امر قرار دادم و در حالی که ما قدرت ازی را داشتیم که کابل اشغال از طریق نظامی اشغال بکنیم و قدرت مشخصا خود ما در دست بگیریم، مگر روی یک سلسله ملحوظاتی که پیش خودیم بود ما دست به عمل نزدیم. در دروازه کابل قوتهای خود متوقف ساختیم و این حقه که به چی ترتیب حکومت ترتیب شود موضوع را به رهبران محول کردیم تا به رهبران خودشان حکومت موقتی را ترتیب بکنن، حکومت موقتی که از طرف عام اقشار همه ملیت های داخل افغانستان نمایندگی کرده بتانه و رضایت اکثر مجاهدین حاصل بکنه. اما باز تکرار میکنم در حالی که ما با کمک پروردگار قدرت اشغال نظامی کابل کاملا داشتیم و رژیم هم حاضر شده بود که قدرت به ما تسلیم بده و تحویل بده، مگر ما همه مسئله را به رهبران محول ساختیم تا حکومتی که رضایت قسمت اعظم مردم افغانستان به دست آورده بتانه خودشان تشکیل بتن.